آیا تا به حال فکر کردید که چه پیشرفت‌هایی توازن قدرت نظامی ایران رو تغییر داده؟ آیا با تکنولوژی‌های برتر ایران در حوزه نظامی آشنایی دارید؟ شاید قبلا در مورد برخی از فناوری‌های نظامی ایران آشنا شده باشید. اما امروز در این ویدیو قصد داریم نگاهی دقیق‌تر به دستاوردهای این کشور بپردازیم. از اونجایی که موشک‌های ایران در کل جهان غوغا کرده، ویدیوی امروز رو با موشک سجیل آغاز می‌کنیم. سجیل موتور 2 مرحله‌ای داره که با سوخت جامد کار می‌کنه. این موشک انعطاف پذیری عملیاتی زیادی داره و جابجایی و استقرار اون برای شلیک راحته. طول این موشک بیش از 18 متر و وزن آن در هنگام پرتاب به حدود 22,000 کیلوگرم میرسه. برد سجیل بین 1500 تا 2500 کیلومتر متغیره که بستگی به نوع کلاهک اون داره. سجیل برای نابودی اهداف خارج از ایران طراحی شده. این موشک میتونه حدود 1000 کیلوگرم مواد منفجره رو حمل کنه که شامل کلاهک‌های متعارف و هسته‌ای هم هست. ایران استراتژی بازدارندگی رو روی دست گرفته که سجیل یکی از دارایی‌های مهم در عملی کردن اون محسوب میشه. سامانه دفاعی باور 373 یه سامانه دفاعی هوایی بسیار قدرتمند و بروزه که اونو با سامانه S-300 و S-400 روسیه مقایسه میکنن. باور 373 در واکنش به ممنوعیت صادرات S-300 به ایران توسعه یافته که گامی مهم در جهت خودکفایی در فناوری دفاعی محسوب میشه. باور 373 با موشک‌های صیاد 4 خود قادر با اهدافی تا برد 300 کیلومتری درگیر بشه. سرعت موشک‌های اون به 8 ماخ میرسه و مجهز به رادارهای آرای فازی بومی و سیستم پرتاب پیشرفته است. باور 373 توانمندی‌های پیشرفته ایران در کشف و خنثی‌سازی تهدیدات هوایی از جمله جنگنده‌های نسل 5 رو به نمایش میذاره. رادار سه‌بعدی البرز. ساخت این رادار سه‌بعدی نشون میده که قابلیت‌های راداری و نظارتی ایران چقدر پیشرفته است. برد این رادار 450 کیلومتره و میتونه همزمان تا 300 هدف رو ردیابی کنه. یکی دیگه از ویژگی‌های منحصر به فرد این رادار ردیابی اهداف با ارتفاع پایین و سطح مقطع راداری پایینه. رادار البرز یک آنتن بزرگ داره که روی یک کامیون مخصوص نصب شده که نشون دهنده طراحی قوی و مناسب برای سناریوهای مختلفه. البرز مزیت قابل توجهی در هشدار اولیه و آمادگی دفاعی میده و ایران تونسته با اون قابلیت‌های نظارتی و کنترل حریم هوایی خودش رو افزایش بده. تانک کرار یکی از تانک‌های اصلی ایران در میادین جنگ که در سال 2016 رونمایی شد. کرار ترکیبی از تانک‌های بین‌المللی مثل تانک آبرامز T-90 و چالنجر 2 است. این تانک مجهز به یک سیستم کنترل آتش الکتریکی، مسافت‌یاب لیزری و کامپیوترهای پیشرفته است که با استفاده از این تجهیزات میتونه اهداف ثابت و حتی متحرک رو در تمام شرایط ردیابی و منهدم کنه. جالبه بدونید که این تانک زره‌پوشه و برد آن بیش از 500 کیلومتر اعلام شده. کرار یکی از اجزای مهم عملیاتی و تاکتیکی نیروی زمینی ایران محسوب میشه. زیردریایی کلاس قدیر. زیردریایی قدیر رادارگریزه و یکی از ادوات استراتژیک ایران در زیر آب محسوب میشه. قدیر یه زیردریایی برقی کوچیکه که برای آبهای کم عمق خلیج فارس طراحی شده. قدیر 117 تن در سطح و 125 تن در زیر آب وزن داره. طول آن به 29 متر میرسه و حداکثر سرعت آن در روی آب به 10 گره و در زیر آب به 8 گره دریایی میرسه. این زیردریایی
یکی از دارایی‌های استراتژیک ایران برای ناوگان جنوب این کشوره و توانایی‌های دفاعی و پنهانکاری خوبی داره. برخی‌ها میگن که این زیردریایی شباهت‌هایی با زیردریایی‌های کره شمالی دارند. مهاجر 10. مطمئناً میدونید که ایران پهپادهای زیادی داره، اما یکی از بهترین‌هاش پهپاد مهاجر 10 است. این پهپاد جدیدترین پرنده بدون سرنشین ایرانه که در سال 2023 معرفی شد. جالبه بدونید که برد این پهپاد 2000 کیلومتر اعلام شده و میتونه 24 ساعت پرواز کنه. مهاجر 10 قادر تا 300 کیلوگرم بار شامل انواع مهمات و تجهیزات الکترونیکی رو حمل کنه. این پهپاد مجهز به موشک‌های هوا به زمین و بمب‌های هدایت شونده است. ظرفیت سوخت مهاجر 10 حدود 450 لیتره و حداکثر سرعت آن به 210 کیلومتر در ساعت میرسه که میتونه تا ارتفاع 7000 متری پرواز کنه. این پهپاد مجهز به سیستم‌های پیشرفته جنگ الکترونیک هم هست. موشک فتح نشون داد که ایران جهشی قابل توجه در صنعت نظامی داشته. سرعت بیش از 5 ماخ و فناوری مافوق صوت این موشک نه تنها زمان واکنش رو به شدت کاهش میده، بلکه رهگیری آن را هم دشوارتر میکنه. موشک بالستیک میانبرد فتح در سال 2023 رونمایی شد و نشون داد که ایران به حوزه تسلیحات پیشرفته مافوق صوت هم ورود کرده. موتور این موشک 2 مرحله‌ایه و با سوخت جامد کار میکنه. فتح به یک کلاهک مجهز شده که در جهات و ارتفاعات مختلف با هر سرعتی میتونه مانور بده. سرعت این موشک بین 13 تا 15 ماخ اعلام شده و گفته شده هیچ پدافند موشکی قادر به رهگیری اون نیست. موشک ضد کشتی خلیج فارس. یک موشک ضد کشتی برای درگیری‌های احتمالی دریایی در خلیج فارس ساخته شده. این موشک یک موتور تک مرحله‌ای داره که با سوخت جامد کار میکنه و سرعت اون میتونه تا 4 ماخ برسه. برد این موشک 300 کیلومتر و مجهز به یک کلاهک 650 کیلوگرمیه که با دقت بالا اهداف دریایی رو نابود میکنه. دقت بالای این موشک خطر بزرگی برای کشتی‌ها محسوب میشه. از زمان معرفی آن در سال 2011 این موشک به یک عنصر محوری برای تغییر تعادل قدرت دریایی در خلیج فارس تبدیل شده. ناو جنگی شهید سلیمانی. این ناو یک شناور پیشرفته است که در سپتامبر 2022 معرفی شده. ناو جنگی شهید سلیمانی مجهز به سیستم‌های جنگ الکترونیک پیشرفته است که شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات و نظارت بر ترافیک هوایی، سطحی و زیرسطحی رو تسهیل میکنه. بدنه این ناو جنگی از موادی ساخته شده که سطح پنهانکاری اون رو بیشتر میکنه. شهید سلیمانی به موشک‌های کروز، موشک سطح به سطح و سطح به هوا و توپ خودکار مجهز شده که ظرفیت تهاجمی خوبی رو به اون میده. علاوه بر آن، گنجاندن سکوی هلیکوپتری و جرثقیل برای استقرار قایق‌های تهاجمی سریع انعطاف پذیری عملیاتی نیروی دریایی ایران رو تا حد زیادی افزایش میده. بینندگان عزیز، در این ویدیو برخی از پیشرفت‌های اخیر ایران و توانمندی‌های نظامیش رو معرفی کردیم. مطمئناً سلاح و ادوات نظامی دیگه‌ای هم هست که در این ویدیو معرفی نشده. به نظر شما ایران چه تجهیزات نظامی پیشرفته دیگه‌ای داره که میتونه در این لیست قرار بگیره؟ لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میان بذارید. برای حمایت ما کافیه این ویدیو رو لایک کنید و در کانال عضو بشید. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید.